خانمای خانه از نظر شوق اشتیاق دو نوع است. یک تا جارو را میگیره، خب در سر ما جاروکش به دنیا آمدیم. در خانه پدر چقدر جارو کردیم، گفتیم شوی کنیم یک ماشین جارو برقی بگیره جور شود، باز اینا جاروکش هستیم. دخترها را به دنیا آوردیم، گفتیم دست ما سبک شو، اینا میرن در کار و درس، باز ما جاروکش هستیم. خود خورده رایس هم جارو میکنه، هم خون دل میخوره. اما یک نفر دیگه میگیره چاکو جان دنگ 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 و خانم پاک شده. در شوق دار اما تو در درس خواندن بعضیا درس میگیره، خدای کی بخونه چقدر درس است، از این کده بمریم خوب است. اینو تو گپ یک کسی میگه بچهش چوپانی میکرد، پدر دلش سوخت، رفت پیش بچهش که بچیم برمی چیا چوپان گرفتیم برای گوسفندا، تو دیگه برو مکتب بخوان. گفت نه پدر، با مکتب نفر بگی من همین چوپانی را میکنم. یعنی مکتب خواندن درس خواندن سخت شده بود سرش. ولی بعضیا از کتاب خواندن لذت میبره، کتابی که میخونه خوش شده میره، حتی خوش میپره. صبح میشه هنوز میبینه که درس خوانده رئیس، یاد گرفته رئیس. شوق چقدر است در یک کار.